گذارم الان منتظر صحبت های آقای دکتر منزله رو بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم از مسئولین بنیاد که این فرصت مغتنم رو برآورده فراهم کردم که در خدمت عزیزان باشه. از آقای دکتر قارونی هم که قبول زحمت کردم جلسه رو آغاز کردم کمال تشکر رو دارم. فهمیدم که موضوع این بحث که قسمت اولش رو بنده بنا هست که در خدمتتون باشم نقد علم مدرن. خب علم مدرن یکی از ارکان زیست جهان ماست. ما درش زندگی میکنیم. خانه هامون رو بر اساس اون میسازیم، بیماری هامون رو با اون درمان میکنیم، بچه هامون رو مطابق اون تعلیم و تربیت میدیم و قصه هاست. در واقع به نوعی ما رو فرا گرفته است و بنابراین فهم وضع فرهنگی خودمون بدون فهم مختصات علم مدرن در واقع ناممکن به نظر میرسه. من فقط یه توضیحی راجع به همین عنوان بدم. اول راجع به کلمه نقدش. نقد رو میخوام اینجا یه ذره افتراق بدم از انتقاد که هرچند از ریشه نقد هست ولی سبقه منفی درش برجسته تره و من میخوام عرض کنم که اینجا تأکید ما بر سبقه منفی این کلمه نیست. نقد به معنای همون بررسی، تعیین حدود. وقتی علم مدرن مقصودمون همون علمی هست که از دکارت به این سو در 4 قرن اخیر 3-4 قرن اخیر پیشرفت‌های محیرالعقولی پیدا کرده است و این که ما علم مدرن رو از امر دیگری همچون علم قدیم، علم باستانی افتراق میکنیم. اصلا میتونیم بگیم علم مدرن به این دلیل است که قبلا گویی ما به این واقف شدیم که این علم یک سری مختصاتی دارد که دانایی باستان اونها رو نداشت. مقصود از نقد علم مدرن در واقع فهم همین تفاوت هست. فهم آن چیزی که امری همچون علم جدید رو از علمی که قبلا بوده متمایز میکنه و احیانا این دوتا رو اصلا وقتی بهشون علم میگیم فقط مشترک لفظی باشه، اینقدر تفاوت داشته باشن که مجبور بشیم مثلا به اون دیگه علم نگیم یا به این کلمه دیگری رو اطلاق کنیم. من وقتی داشتم فکر میکردم که در جلسه چه چیزی رو مطرح کنم به طور دقیق، خواستم به 3 گروه از کسانی که به نقد علم مدرن در همان غرب پرداختند، حالا خوشبختانه یا متاسفانه یا به هر دلیل نقد علم مدرن هم از درون خود مدرنیته برخاسته است، یعنی تندترین و متقن‌ترین نقدها بر علم مدرن از درون همان علم مدرن سر برآورده است. من فکر کردم اگه قرار باشه من به 3 جریان اشاره کنم بد نیست. یکی از جانب فلسفه محض، فلسفه‌ای که بهش فلسفه کنتینانتال یا قاره‌ای میگن. قضیه این هست که مقصود از قضیه فلسفه کنتینانتال یا قاره‌ای چیه؟ من بنا رو برای میگذارم که عموم شرکت کنندگان احیانا دانش آموخته فلسفه نیستند و اگر عزیزانی هستند که پاره از توضیحات من توضیح واضحات به نظر میرسه، خب این رو عذر میخوام از خدمتشون، ولی باید اشاره بکنیم. وقتی میگه فلسفه قاره‌ای در مقابل فلسفه بریتانیکا یا آنگلوساکسون قرار میگیره. خب ما فلسفه ای رو که در کشورها انگلیسی زبان داشتیم یک فلسفه
تحلیلی، پیانگاه، کیووار بوده است. همین فلسفه‌ای که ما عموما میشناسیم، فلسفه‌ای که با منطق قرینه، فلسفه‌ای که منطق دهلیز و مقدمشه. این فلسفه رو بهش فلسفه آنالیتیک، تحلیلی یا احیانا فلسفه آنگلوساکسون میگن، چون بریتانیا که الان نماد انگلیسی زبانی و فلسفه انگلیسی زبان هست، به شبه جزیره هست، به فلسفه ای غیر از این گفتن فلسفه قاره‌ای، بری در واقع، یعنی نه فلسفه بحری، فلسفه مال جزیره، مال شبه جزیره، ما جزیره شبه جزیره که جزیره. به این ترتیب در واقع فلسفه قاره‌ای بهش میگن و بیشتر فلسفه آلمان رو شامل میشه. تندترین نقدها بر مدرنیته از جانب آلمان شده. این سابقه تاریخی داره. استقلال طلبی آلمان در مقابل، من فقط تاریخچه بسیار کوتاهی رو عرض کنم خدمتتون. استقلال طلبی آلمان در مقابل سایر قسمت‌های اروپا دورهای مختلف تاریخ خودش رو نشون داده. اینها آخرین قومی بودند که به قوانین امپراتوری روم که به طور یکسان بر اروپا حکم فرما شده بود صرف کردند. اینها لوتر رو در دامن خودشون پروردند که به نوعی تفسیری آلمانی بود از مسیحیت بالاخره و در مقابل کلیسای کاتولیک روم ایستاد. اینها جالبه بدونید که من این رو برای اطلاعتون عرض میکنم، همونطوری که آلمان خودش رو از بقیه اروپا داره جدا میکنه، دانشگاهش رو هم جدا میکنه. دانشگاه آلمانی یک ترم بسیار شناخته شده است در آلمان. چیزی شما اگه بگید دانشگاه انگلیسی معنا نداره، چون دانشگاه علم دانشگاه آلمانی برای خودش مختصات داره، یعنی بحث شده است راجبش. عقول بزرگی همچون کانت، همچون فیشته، نیچه، هایدگر، جمع این 4 تا عقل رو حساب کنید خیلی زیاده این جمع جبریش. اینا راجب دانشگاه بحث کردن، دانشگاه آلمانی بحث کردن و همشون معطوف به یک نکته بودن و اون این که یونیورسیتی باید یونیتی ورسیتی شود. ورسیتی یعنی تباعد، تشتت، حاویه، شتات محض. یونی یعنی یکی کردن این تشتت. دانشکده ها رو دانشگاه آلمانی اینجوری می‌اندیشد که دانشکده ها هر کدوم پاره های متفرق و پراکنده از علم هستند که باید ذیل یک وحدت دور هم جمع شدن. ورسیتی بشود یونیورسیتی، ذیل علم فلسفه. خب عرض کنم که این وقتی ما میگیم آلمان نقدهای تند بر مدرنیته میکند، فلسفه آلمان و حتی مکتب‌های علوم انسانی که در دامن اندیشمندان آلمانی پرورش یافتند، این به این خاطر است که اگر بخوایم یک سابقه و سابقه تاریخی بهش بدیم، احتمالاً برمیگردد به همون استقلال طلبی آلمان که در دوره‌های مختلف خودش رو به شکل‌های مختلف نشان داده است که میدان. من پس یک جریان رو که مورد بررسی قرار خواهم داد، جریان فلسفه کانتینانتال یا قاره‌ای است و به طور مشخص آراء مارتین هایدگر که بنیادی ترین نقدها بر علم مدرن به طور اخص و اصلا جهان مدرن و معرفت به جهان مدرن رو به طور اهم از هایدگر داره. به یک به عنوان جریان دوم به یک فیلسوف فرانسوی اشاره خواهم کرد به نام میشل فوکو و به عنوان جریان سوم به یک مکتب فلسفه علوم اجتماعی که مکتب فرانکفورت میگن. خب اینها نیازمند وقت بسیار زیادی هست ولی بنده سعی میکنم که بتونم جمع کنم.
از اینها هایدگر رو به علت بنیادین بودنش، یعنی از این سه جریان یکی مربوط فلسفه محض، دوتاش مربوط به فلسفه علوم انسانی اجتماعی. احتمال قوی آقای دکتر مقدم در ساعت بعد از بنده از منظر علوم دقیقه خواهند پرداخت به نقد علم. یعنی ما تقسیم بندی جزئی کردیم و این که بنده راجع به فلسفه محض و علوم انسانی یک صحبتایی بکنم، ایشون راجع به علوم دقیقه. خب هایدگر 1889 متولد شده و 1976 فوت کرده است، یعنی بیشتر عمرش به قرن 20 میفته. نقدی که من خواستم از هایدگر نقل بکنم از 3 موضع آثارش، احیانا اگر عزیزان بخوان مطالعه بیشتری بکنن، از بحث نشانه و ارجاع در کتاب هستی و زمان Being and Time زاینانزید آلمانیش، بحث باز جهانبینی دکارتی از همون هستی و زمان، و از یک مقاله دیگری به نام پرسش از تکنولوژی. یکی دوتای اول مربوط به دوره اول تفکر هایدگر هست و سومی مربوط به دوره دوم تفکر هایدگر. خب چجوری نقد میکند؟ من مجبورم که بسیار خلاصه و سریع بگذرم روزش رو. هایدگر نقدش رو بر علم مدرن، ببین نه اینکه بخواد علم مدرن رو نقد کند به طور اولیه، کلن وجود مدرن رو داره نقد میکنه، چون وجود از نظر او عین فهمه، بنابراین فهم مدرن رو داره نقد میکنه. خب قسمتی از فهمم علم است و بنابراین هایدگر فیلسوف علم نیست که به طور مستقیم بره سراغ علم. مسئله‌ش هم مسئله علم نیست، مسئله وجوده، مسئله ازلی و ابدی فلسفه است، مسئله وجود. ولی از وجود کشیده می شود به عرصه علم. میگه که در علم او کار رو از رویکرد تئوریک به عالم آغاز میکنه، نقد رویکرد تئوریک به عالم. معتقد است که نخستین گشایش ما به عالم نه گشایشی تئوریک که گشایشی پردازشگرانه است. سیرکمسپکشن، جوانب نگری، پردازشگر. مسامحتاً می شود گفت که نخستین روی کرد ما به عالم نه روی کردی تئوریک بلکه روی کردی پراتیک است. میگه، الان توضیح خواهم داد، میگه یونانی ها به شیء میگفتن پراگماتا. یونان از نظر او منشأ اندیشه اصیل و ناب و بنابراین وقتی میگه که یونانی ها اینجوری میگفتند، گویی امر در سرگی و ناب بودن خودش اینجوری بوده. پراگماتا، خب ما الان به پراگما به چی میگیم؟ به پایدت یک امر میگیم. شیء عین همان فایدهش بوده است. این فایده گرایی پراگماتیسم نیست و من تفاوتش رو توضیح خواهم داد، ولی همینقدر بپذیریم که نخستین روی کرد ما به عالم روی کردی که بر اساس آن امور رو بر طبق منویات خودمون نظم و نسق بدهیم. ببینید شما وقتی از این، یعنی چی اولین روی کرد ما روی کرد پردازشگرانه؟ وقتی از این در وارد میشوی، حالا یا به عنوان کسی که میخواید سخن بگید یا به عنوان کسی که میخواید بشنوید، این اتاق خودش رو فی اول مرة در اون بادل امر به صورت تئوریک به شما نشون نمیده. مساحت اتاق منظور نیست. اولین چیزی که به شما نشون داده میشه، نه که اومدید درس بخونید یا درس بشنوید،
اولین چیزی که این اتاق، اولین نمود این اتاق برای شما این است که آیا برای خواندن و شنیدن یا درس دادن و درس گرفتن مناسب هست یا نه. بعد از این که مثلا دیدید کوچیکه، اون وقت میدید نگید چند متره. مثال چکش مثال مشهور هایدگر دیگه. چکش هایدگر در کل کتاب هستیزم میگه ببینید یه نجاری داره با چکشش کار میکنه و بعد به شاگردش میگه که این سنگینه. آیا نجار و شاگرد از این بر فرض اصلا تحصیل کرده بودن از این که سنگینه است فکرشون پیش جرم حجمی پیش چگالی میره؟ نه، این یعنی برای کوبیدن سنگین است. اولین مواجهه اصلی شما با امور در جهت پردازش عالم توسط شماست. ببینید حرف هایدگر این بود که انسان به قول دازاین تنها موجودی است که ماهیت و وجودش با هم متفاوتن. یعنی چی؟ یعنی بین اون چه که هست و اون چه که باید باشد، نه من مسامحتاً میگم چون میخوام یک ذره صحبت رو آشکارتر بگم خدمتتون، شاید خیلی دقیق نباشه عین گفته‌های هایدگر، ولی میخوام که برای یک غیر اهل فلسفه هم این بیان بشه. انسان موجودی است که بین آنچه هست و آنچه باید باشدش یه تفاوتی هست. این تنها موجودی که این وصفه. بنابراین امری همچون غایت برای انسان قابل تصور است. غایت همون هست که من ازش قاصرم. امر متعین و معینی هم نیست. من اصلا زنده به آنم که قاصر باشم از اون چه که باید باشم. اگه این از من بگیری همه چی رو گرفتی، دیگه اصلا وجودم رو گرفتی. که هایدگر میگه آینده از همین رو ممکن میشود. آینده این ساعت رو ببینید در رویکرد تئوریک ساعت رو مثال میزنه. شما تا حالا هیچ کس به ساعت نگاه نمیکنه که ببینیم ساعت چنده. همینجور تفننی تفریحی ببینیم ساعت به ساعت نگاه میکنید یا برای کاری هنوز زود است یا برای کاری دیر شده یا وقت کار است. ساعت داره چی نگاه؟ ساعت نگاه تئوریک نیست، این پراتیکه. با یک اکشن شما در جهت غایتی همراه است. مسئله زمان رو به نحو تئوریک نمیشه پیش کشید. نخستین رویکرد ما به زمان رویکرد پردازشگران است. به این معنا پردازش داریم. امیدوارم میتونسته باشم انتقال بدم که قلم اول وسیله نوشتن است برای شما، بعد همه اون خواسته ها رو داره. طولش چقدره، وزنش چقدره، خواسته ها ماهیات بعداً میان، اشتقاقی هم اصطلاح. خب پس گزاره اول ما این شد که جهان نخستین رویکرد ما به عالم رویکرد پردازشگران است. اگر نخستین رویکرد ما به عالم پردازشگرانه است، آنگاه به گزاره دو میرسیم و اون این که عالم نه مجموعه اعیان آبجکت ها بل مجموعه ابزار. راستای دیگه قلم نوشت افزار است، اتاق سکونت افزار است، ابزار سکونت. این چون اول خودش اونجوری به شما نشون میده. به قول خودش باد در بادبان است. ببینید شما وقتی گرفتار مشغله
در دریایی هستی، در رودخانه هستی و اینکه میخوای برسی جایی، شما فقط به طور اشتقاقی میتونی روی سرعت باد تفکر کنی. در بادبان است، چقدر این بادبان تو پیش میبره. گویی وقتی خودتو کنار میکشی دیگه کانسرن نداری، دیگه دل مشغولی همچین تپنده ای نداری، اون وقت تئوری مطرح میشه. در واقع دیگه میگه فقط شما وقتی این چکشگر، این نجار متوجه خواص تئوری که چکش میشود که چکش نتونه کارش رو انجام بده. وقت میگه که خب این مثلا چجوری میکنه، این سنگین بود، جرمش اینقدر بود فلان. از اون درگیری خودت رو کنار میکشی، جهان به نحو تئوریک خودش رو نشون میده و پیداست که علم همون برخورد تئوریک با عالمه. خب پس گزاره دومش این شد که جهان نه مجموعه اعیان بل مجموعه ابزار هست. گزاره سوم این هست که ابزار بودن در نشانه بودن بنیاد دارد. اینجاییست که از پراگماتیسم جدا میشه. برای اینکه چیزی ابزار باشد اول باید نشانه باشد. میگه که چکش به میخ اشاره میکند، اینه که میگه شما در جهت غایتی امور رو میشناسید، اصلا شناختتون ذیل اون غایتتون صورت میگیره. چکش برای کوبیدن است، کوبیدن برای صندلی، چکش صندلی ساختن است، صندلی برای روش نشستن است، نشستن برای درس خواندن است، درس در کنکور قبول شدن، آخرش مثلا شغل یا پول یا علم هر چیز. در اون ذیل این برای شما، در ذیل پروژه‌تون، پروژکتتون، پروژکت یعنی پراکندن. شما یک غایتی را پراکنده جلوی پاتون و امور ذیل آن شناخته میشن، ذیل آن فهم میشن. در واقع چکش نشانه کوبیدن است، کوبیدن نشانه صندلی، صندلی نشانه نشستن است، نشستن نشانه درس خوندن است. عالم مجموعه نشانه است. من این رو میخوام اینجا حتما لازم میدونم که شیفتی بدم به فلسفه خودمون و برای فهم بهتر قضیه به یک مقایسه بکنم بین تصویر عالم در فلسفه مشاء و تصویر عالم در فلسفه حکمت مطالعه مولا صدر. خیلی کوتاه، فقط خطوط کلیش رو رسم میکنم، خیلی خیلی کوتاه. عالم از منظر مشایون، فیلسوفان مشا، عبارت بود از یک واجب الوجود و این ممکن الوجود. به دو قسمت تقسیم: ممکنات، اونایی که وجودشون میتونه باشه میتونه نباشه ولی الان هست، و واجب الوجود، چیزی که وجودش واجبه، وجودی که وجودش واجب. رابطه بین این هم علی و معلولی بود. این علت العلل اینها بود، علت اولا بود. در تصویر ملا صدرایی این می شود، عالم عبارت می شود از یک خدا و این خدا نما، نمودن، نشان دادن، این نشانه خدا. و رابطه بین اینها رابطه علی نیست، رابطه تشبع و تجلی است. اینها تجلیات اون هستند، نشان آیات اون هستند. بینش دینی همجا باید بگیم که نگرش دینی علل اصول با این بیشتر سازد، چون سمت روابط آیه‌ای است تا بیشتر علی و معنی. ببینید وقتی شما میگید چیزی نشانه چیز دیگر هست به جای اینکه معلول او باشد، خیلی فرق میکنه. پس علت و معلول علم را ایجاد میکنه. جلوه و تجلی چیز دیگری ایجاد میکنه.
علم جدید بر پایه تئوریک دیدن روی کرده ما ایجاد شد. بنابراین جهان رو مجموعه اعیان دانسته و بر پایه اون روابط علی و معلولی ایجاد شد. علم شده مطالعه روابط علی و معلولی. واقع این است که این تنها بینش ممکن نیست. در واقع علم مدرن با شیفت از طرف آیه‌ای دیدن عالم به ابژه‌ای دیدن عالم، به اعیان دیدن عالم ایجاد شد. یعنی من معمولا وقتی به نشانه میرسم مجبوریم با یک سری مثال ها این رو نشان بدهیم. ما یک تصور غلطی داشتیم که شاید 150 سالی بر ما حاکم بوده است و به ویژه در شاید 50 سال اخیر، و اون این که می شود علم را بر پایه مثلا آیات قرآن بنا کرد. به نحو بسیار سطحی هم برخورد می شد با این. بالفرض بیاییم و علدب و مزغه و اینها رو مثلا با جنین شناسی تطبیق بدهیم، یا بگیم که قرآن به نوعی به قوانین ترمودینامیک اشاره داره. مثلا مرحوم بازرگان این راه رو رفت و بسیار هم خیلی وقت و انرژی اینها از ما صرف شده است. این به نوعی خلط بین ابژه و آیه است. چیزی اگر آیه هست دیگه ابژه نمیتونه باشه، اگر ابژه هست بر روش آیگی نمیتواند بناشه. ببینید شما یک فلشی رو در نماینده نشانه فلش دیگه، فلش رو در نظر بگیرید. به این میماند شما فلش نوشته مثلا شهید همت شرق، شما دارید رانندگی میکنید، فلش به شما چیزی رو میگه به من نگاه نکن، به اونجایی که من نشونش دارم میدم نگاه، غیر اینه. به شما بچه میگید که نگاه کن، بچهشون نشانگی رو نفهمیده، اینجا رو نگاه کن، تا نمیتونی شیفت بدی به اونجا. نشانه بهت میگه من نگاه نکن. شما اگه نگاه کنید در مختصات و در ماهیات اون نشانه گم میشید، نمیدید تو خیابون. شما مثلا نگاه کنید ببینم این نشانه از با ماژیک نوشتن یا مثلا با رنگ یا با گچه رد شدید. اون نشانه باید خودش رو پس بکشد تا اون چیزی که نشان میده بتونه نشان بده. به عبارت دیگر نشانه وقتی نشانگی خودش را محقق میکند که توجهی به خصلت‌های خودش جلب نکند. شما اگر مثلا جرم ستاره‌ای رو میسنجید، این ستاره دیگه اون ستاره‌ای که نجمی که قرآن میگه دیگه نشد و هرگز نمیشه، این آن نمیشه. زیر میکروسکوپ چیزی رفت دیگه آیه نمیشه، نشد. نمیتونی بنا کنی اون رو بر این. اینا سرچشمشون دو جور دیدن متفاوت. اگر بین علم و دین میخوایی الفتی برقرار کنی که هست، عمیق‌تر نگاه کن، بنیادین‌تر نگاه کن. این نشد. ببینید من حالا این رو فرعی گفتم خدمتتون، این که من نقد به نظر موضع نقد هایدگر بر علم مدرن این است که روی کردش تئوریکه و نه نشانه‌ای، اینجا اینجوری باید فهم بشه. دیگه 3 گزاره این رو عرض کردیم خدمت. من میام روی یک موضع دیگر نقد که باز از همون هایدگر و در کتاب وجود و زمان هست.
و اون اینه که اصلا هایدگر مدعی است که جهانبینی جدید ما بر اساس جهانبینی دکارتی بنا شده و اون هم بر اساس یک نوع پیش‌فرض بوده است که میتونسته نباشه. ببینید همه اینها به شما دارن میگن که قرون جدید امری واجب الوجود نبوده، طوری نگاه کرده شده که اینجوری شده. میشد طور دیگری نگاه کرد، علم دیگری، فلسفه دیگری، عالمی دیگر و آدمی دیگر به وجود آورد که نشد. نمیشد. فکر نکنید حقیقت یعنی فقط همین، صدق یعنی همین، اثبات یعنی همین. این بر اساس یک راهی است که پیموده شده است و اتفاقا خیلی هم اصیل نیست این راه. دیگه میگه سقوط کرده است. امر اصیل همون تفکر آیه‌ای بوده که ما از دست کشتیم و از دستمون رفت. یک موضوع دیگر نقد همین جهانبینی دکارتی است. میگه که دکارت نوع خاصی به جهان نگاه کرد که بر روی این نوع خاص نگاه کردن ریاضی دیدن عالم به وجود آمد. این عالم کنونی ما عالم فیزیک ریاضی است. وقتی ببینید ما آیگی را گرفتیم تبدیل به مختصاتی کردیم که قابل اندازه گیری باشه. فکر کردیم اتاق سکونت افزار نیست، اتاق طول ضرب در ارتفاع، مساحت عدد. شما الان اگه بخوام بگن که از شما بپرسن که حالت خوبه، میگی بذار آزمایشمو نگاه کنم ببینم تو رنج نرمال هست این عددها یا نه. اینقدر عدد بهت میگن که خوب خوردی، میگی که چیزم اینقدر زیاده، کالوریم اینقدر زیاد، کالوریم باید کم بکن. عدد حالت با اون اعداد، با اندازه گیری. فکر کنیم مرگ و بودن و نبودن به اعدادی وابستن. اینقدر ریاضیات ما رو در سیطره خودش. این از اول اینجوری نبوده، مال قرون جدیده و مال یه نوع خاص نگاه کردن. چجوری نگاه کردن؟ دکارت چجوری نگاه کرد که عالم ریاضی شد، ریاضی دیدن عالم همین علم رو به وجود آورد. ما فکر میکنیم اگر اعدادی درباره چیزی بدانیم آن چیز را شناختیم. آن چیز را وقتی میشناسیم که اعدادی دربارش بدونیم. تو مسافر فرانسمان دوسن تگزوپری میگه شما اگر بگید که خونه ای دیدم که آجراش قرمز بود، نمیدونم اینقدر گل بود جلوش، محبتش اینجوری بود، نمیتونی تصور بکنی. باید بگی خونه ای دیدم 10 میلیارد تا اون بگی که وای چه قشنگ. یعنی اصلا دیگه من تصور نمی‌کنم، با عدد میاد. اینجوری نبود. لازم واجب الوجود هم نیست. میشود طرح دیگر در انداخت. همه حرف ما همین. دکارت چجوری نگاه کرد؟ دکارت در مرحله اول اومد ایده جهان رو با ایده جوهر، الان توضیح میدم، ایده جهان رو با ایده جوهر تلفیق داد. جوهر چی بود در فلسفه؟ این قلب مسئله اینجاست. سابستانشیا یا جوهر، به کلمش نگاه بکنید هستی. سابستانشیا زیر ایستا، استندینگ هم استادن فارسی، اشتهن آلمانی، استادن فارسی استندینگ. سابستندینگ چیزی که اون زیر ایستاده، یعنی اون رویا تغییر میکنن، این پا بر جا میمانه. جوهر یعنی آنچه که با وجود تغییر سایر چیزها اون بر جا میمانه. ببین خودکار یه رنگی داره، میتونی رنگشو ازش بگیری، رنگشو چیز دیگه باز خودکار باشه. یه وزنی داره، میتونی وزنشو بگیری کم و زیاد کنی باز خودکار باشه. اما فکر میکردن یک چیزی دارن که اون چیز رو اگر ازش بگیری دیگه خودکار نیست. اونو میگفتن جوهر خودکار.
جوهر کار است، جوهر انسان است. خب که وقتی اونو بگیری دیگه انسان رنگ و پوستشو بگیری باز میتونه انسان باشه، انسانو میتونه نه قدشو بگیری. ولی این ایده جوهر بود، سابستانشیا. دکارت اومد ایده جهان رو با این مخلوط کرد. جهان رو دارای دو تا جوهر میدونست، اگو کوژیتو یا ذهن شناسنده به لاتین و ریس کورپورا. ریس کورپورا یعنی جسمانیت. جسمانیت رو منوط به جوهر دانست. یعنی چی؟ یعنی همه جا دنبال اون چیز ثابت گشت. اومد گفت این جسم جوهری دارد. اینو میگفتن، قدیم هم میگفتن، در فلسفه قدیم هم. اون چی تازه بود این بود که جوهر این جسم رو دکارت عبارت از امتداد دانست. جسم خواص مختلفی دارد، خب وزن دارد، رنگ دارد، شکل دارد. همه اینها رو بگیری جسم باز جسم باقی میمونه. یک چیز رو ازش بگیری دیگه جسم نیست، اونم امتداد. مثلا چیزی مثل حتی نرمی و سفتی رو به امتداد برمیگردوند. این خیلی معنی داره. وقتی شما به چیزی نرم و سفت میگی، حالا میتونی عالم حسی شعری و اینجور چیزا میشه. نرمه یعنی حس نرمی میده به من. گفت این نیست. چرا نرمه؟ چون امتداد حرکت دست تو با امتداد حرکت ذرات اون مخالف همه. بس میگه شما این فرش رو کشیدید، وقتی روی از یه سمت میکشید نرم به نظر میسه، چون با امتداد حرکت اون الیاف. وقتی مخالف میکشید تو حتی حس شما دیگه این حسایی که من نرم میدونم دیگه اعتبار نداره، مگر اینکه به یک امتداد، به یک عدد، ببینید به یک امتداد محسوب بشه. چیزی نرم است. چرا؟ چون امتداد حرکت چی بود؟ حالا اینم عرض بکنم که حرکت رو در زمان مثلا اگر تعبیر ارسطویی از حرکت بگید، حرکت طبق امیال اجسام بود. ما 4 تا عنصر داشتیم، آب و باد و خاک و آتش. اجسام وقتی حرکت می‌کردن حرکت عبارت بود از میل به جانب اصل. سنگ از خاک بود، رهاش می‌کردیم میرفت طرف خاک. آتش اصلش در اسیر بود، رها می‌کردیم میرفت بالا. آب اصلش دریا بود، میرفت. میل این تبدیل شد به قصد، به جمع، نیرو. در جهان عوض می‌شود. جسم چیزی جز شیء ممتد نیست. خب از کجا گفتیم؟ چون دنبال امر ثابت بودیم، دنبال جوهر ثابت بودیم. خب اگر جسم به مثابه جسم شیء ممتد شد و ما جوهر ثابت رو درش جستجو کردیم، از این ور چه علمی متناسب تر است با این ثابت کردن؟ ریاضیات. هیچ چیز مثل، البته در تعبیر دکارتی از ریاضیات ها، خب الان تعبیر ریاضی تفاوت کرده، ولی ما کاری نداریم با تفاوتش. مسئله این است که ما گویی به قول هایدگر در مواجهه با جهان دنبال یک چیز ثابت گشتیم، دنبال داشته ایمن. ببینید این داشته ایمن هم در عرصه طبیعت جسم شناسی جوهر رو ایجاد کرد، در این طرف علمی متناسب با خودش یعنی علم ریاضیات رو پیش کشید، مچ کرد با هم. جهان ریاضی شد، الزامی نبود.
و حتی هایدگر میگه میل ما به داشته ایمن. ببینید شما وقتی چیزی رو ثابت میکنید گویی صاحبش میشید، گویی تسخیرش میکنید، دیگه از دستتون فرار نمیکنه. مثلا داراییتون رو مینویسید روی کاغذ، میذارید توی جیبتون، گویی داشته ایمن شماست، از دستتون نمیگریزد، ترس از دست دادنش رو نداره. گویی ما در مواجهه با جهان یک ترسی داشتیم، ترس مواجهه داشتیم که از این ترس مواجهه پناه به علمی بردیم که ما بگوید که anything is okay. ریاضی ثابت کردیم رفت تو دستته، فرار نمی‌کنه، همینجاست. اینو ریاضیات تعمین میکرد، راست میگه. تو توی ریاضی میتونی مسئله رو حل کنی، بذاری بگه حل شد. تو فلسفه نمیتونی. تو فلسفه مسئله با حیاتت داره تجدید میشه، هرمنوتیکیست، با زندگی کردن داره تجدید میشه. اون ریاضیات هست که میتونی خاطر جمع باشی که حل شد. این گونه بود که جهان ما به عقیده هایدگر جهان ریاضی شد و شناخت اجسام، شناخت و بعد شناخت بدن، خبر تو از احوال خودت با عدد سامان پیدا کرد، جنینت رو با عدد سنجید. اولین سوالی که میکنید میگه چند کیلوه، هفته چندمه. خوراک دیگه موضوع حلال و حرام نیست، خوراک موضوع چند کالریه. اول بار خودش اینجوری بهتون نشون میده و برید تا انتها. این ضروری نبوده، ضروری شده و میتونست نشه. این قسمت دوم از نکته هایدگر بر علم مدرن. موضوع سومی که او میپردازد در مقاله، گفتم که پرسش از تکنولوژی است، مقاله نگاشته شده به نظیر در طی خطابه‌ای در سال 1936 ارائه شد. اولین میشه گفت که پرداختن جدی فلسفه است به مسئله تکنولوژی. اصلا فلسفه تکنولوژی به نوعی با اون مقاله شروع میشه. من با کل مقاله کاری ندارم، مفصل است و البته مثل همه آثار هایدگر بسیار پیچیده. اما لب کلام، یک قسمت از کلامش رو من دارم میگم، اون این که یک ادعای غریبی دارد، اون که تکنولوژی بر علم مقدم است، تقدم وجودی دارد. الان توضیح میدم. ما همیشه فکر میکنیم، اغلب اینجوری فکر میکنیم که ما اول علم ورزی میکنیم و بعد این علم در مقام کاربرد میشود تکنولوژی. مهندسی کاربرد علوم پایه است. تو پزشکی اول علوم پایه درس میدن و بعد میبرن بالینی میکنن، یعنی وارد مرحله عمل میکنن. ما فکر میکنیم که اول علم است، هم به لحاظ وجودی هم به لحاظ زمانی، و بعد تکنولوژی است. هایدگر با تقدم تأخر زمانی البته کار نداره، ولی بعضیا گفتن که به لحاظ زمانی هم تکنولوژی مقدمه بر علم بوده، ولی با تقدم و تأخر وجودی کار داره. یعنی چی تکنولوژی وجوداً مقدمه بر علم؟ منظور چیه؟ منظور این است که سودای تصرف عالم مقدم بر علم است. آنچه علم را این علم کرده است سودای تصرف بر عالم. در واقع فهم حقیقت نیست، فتح طبیعت. علم ما نه اینکه اعوجاجی درش شد. ما بعضا فکر میکنیم که علم در مسیر بدی به کار گرفته شد و شد بمب اتم. هایدگر میگه وقتی دکارت پایه‌های
فلسفه جدید رو میریخت، شیء اونجا منهدم شد و فقط جلوه بیرونیشون دوتا بمب اتم بودن که سر ژاپن فرود اومد. فقط جلوه بیرونیش مونده بود. فکر نکنید این یه اعوجاجی بوده علم معصوم توسط شیادانی به کار گرفته شده در غایات و اهداف نامعصوم و شده این از این کاره است. ببینید این تو ذاتش این کارگی هست، با خودش نیست. یعنی تو وقتی اینجوری نگاه کردی دیگه اونجوری میشه. منظور از این که تکنولوژی بر علم مقدم است این است که سودای تصرف عالم قبل از علم بوده و این سودا این چنین علمی به وجود آورده است. خب این سودای تصرف چه نشانهایی میتونی به ما بدی از سودای تصرف؟ میگه ببینید اولین کار علم طبقه بندی است. طبقه بندی نظم اشیا. این چیزی شما در طبقه بندی چیزی نیست جز دست و تصرف. همون طبقه بندی است که الان میاد به شما میگه این دسته مریضن. الان تو آراء فقه این رو بیشتر اشاره کنم، این دسته بیمارن، این دسته وسطن. برای همین شما خودتون رو با اون نرمال آنورمال میسنجید. همون طبقه بندی است. طبقه بندی یعنی تصرف. به چیزی اشاره میکنه به نام گشتل. خب معمولا با گشتلن در زبان آلمانی یعنی قفسه بندی، قاب بندی. تو جهان رو اومدی این ور اون ورش زدی، توی قابی تصور کردی و این رو تحت ضبط خودت در آوردی. به این ترتیب بنیاد علم بر تکنولوژی است و تکنولوژی همون تصرف در عالم است. می توانست این گونه نباشد. با ظهور اومانیسم اینجوری شد. یعنی شما وقتی جهان رو اومانیستی دیدید همه چیز حول سوداهای بشر سامان داده میشه و طبیعی است که شناخت جهان هم دنبال روی سودای آدم میشه. بشر محور است، یعنی حقیقت محض نیست، حقیقتی است که به مذاق بشر آید، با سودای بشر هماهنگ باشه و واقعش هم در آراء فیلسوفان بعد و فوکو و مکتب فرانکفورت تا حدی اشاره میکنه. خب این خلاصه ای بود از نقدی که هایدگر، من عرض کردم نه اینکه هایدگر بیاد و بخواد علم رو نقد کند، بلکه مسئلهش مسئله وجوده، ولی خب فهم وجود به نوعی از اونجا که وجود رو هم عین فهم میداند متوجه علم هم میشود. حول 3 محور بود. 3 محور عمده، یک تفسیری هم اضافه خواهم کرد. حول 3 محور بود. یکی این که جهان نه به مثابه نشانه که به مثابه اعیان دیده شده. دوم این بود که جهان به مثابه امتداد توسط دکارت دیده شد. و سوم این که علم بر اساس تکنولوژی که اون هم به معنای سودای تصرفی سر و سامان گرفت. در یک مقاله دیگری به نام اصل تصویر جهان، البته مال 1938، از یک جانب دیگری هم به علم توجه می شود. اونم جالبه من یک اشاره بکنم. شما اصطلاح پارادایم رو احیانا بسیار شنیدید، از علم شناسی تامس کوه منشأ میگیره و من اشاره خواهم کرد که در
فوکو هم اصطلاحی داریم به نام اپیستمه که تقریبا معادلش هست. اینها سرچشمه‌شون رو باید در این بحث هایدگر جستجو کرد. هایدگر به چیزی قائل بود به نام تاریخ هستی. لب مطلب این بود که هستی در هر دوره‌ای خودش را با مختصاتی نشان می‌دهد که احیانا با مختصات دوره قبل تفاوت می‌کند. نحوهی که اون رو پیش میکشه به ما میگه که تو انسان این وسط خیلی کاری نبوده، هستی اینجوری نشون داده خودش رو و ما خیلی جنبه جلوه و تجلی درش برجسته است. گویی معشوق هستی، اضافه تشبیهی اگه بگید معشوق هستی، این دفعه گوشه ابروش رو به ما نشون داده است و ما این بار راجع به گوشه ابروی او به فکر رفته ایم و فهم کرده ایم. فردا خالی نشان می‌دهد. این تفاوت این منظر. اون که آن طرف است، هستی به تعبیر هایدگر زایم دیگه هستی. اونطوری خودش رو نشون میده که بنابر اراده اوست. از این طرف ما این دفعه طبیعی است که جور دیگری خواهیم دید. گویی هستی این بار خودش را در قالب تکنولوژیک نشان داده است. من برای اینکه یک ذره باز نزدیک بکنم مجبورم که یک تفسیر فردیدی ازش بدم. فردید یک اهل فلسفه‌ای بوده است در ایران که آراء هایدگر رو اول او معرفی به ایران کرد. در 1327 اولین بار شاید اسم هایدگر در ایران در یک سخنرانی تو دانشگاه تهران اومد. او یه دونه بحثی داره علم الاسماء خداوندی. لب به حرف این هست که ما در هر دوره‌ای در اسمی از اسامی خدا زندگی می‌کنیم. این دوره خداوند خودش رو با قهار به ما نشان داده است. قهری است بین آسمان و زمین. فقط آوردم این رو که بدانیم وقتی میگه تاریخ هستی مقصود چیست. در هر حال سه نقد اول نقدهای اصلی ما بودند، اصلی هایدگر بودند و این نقد جنبه تبصره‌ای داره که من خیلی هم روش تاکید نمی‌کنم. شخصیت دیگری که میخوام بهش اشاره کنم میشل فوکو. او را هم بیشتر میشه گفت همون فیلسوف است، هرچند که از آرایش در شاخه‌های مختلف علوم انسانی حتما که مستحضری استفاده شده. متولد 1920 و متوفای 1984 بعد از انقلاب. میدونید که راجع به انقلاب ایران هم مقاله یا کتابی هم مقاله‌ای هم داره. فوکو چی میگه و لب به حرفش راجع به علم و کل حرفاش کاری نداره. فوکو اینجا آرایی که در مورد علم و خاصه در مورد علم انسانی داره بیشتر مربوط می شود به تأثیرپذیری او از نیچه و نظریه اراده معطوف به قدرت نیچه. فوکو در واقع کارش این هست که نشان دهد دانش یا علم و قدرت دو روی یک سکه. هیچ حوزه‌ای از علم نیست که حوزه‌ای از قدرت رو در اطرافش نداشته باشد و هیچ حوزه‌ای از قدرت نیست که علمی خاص خود ایجاد نکند. در واقع تعبیر دیگری از توانا بود که دانا بود است. این یعنی چی؟ روشی که فوکو به کار میبره به تبارشناسی مشهور، جینئولوژی. این که پدیده ای را میگیرد و به تعبیر خودش تبارش رو مورد بررسی قرار میده. برای اینکه این رو بفهمیم من
اصطلاحی رو که خودش به کار برده یه ذره توضیح میدم. اصطلاح اپیستمه. اپیستمه رو خوب ترجمه کردم به نظرم، صورتبندی دانایی هر عصر. این یعنی چی؟ صورتبندی دانایی هر عصر. ببینید این داره به ما میگه که دانایی امری نامتعین هست، در هر عصر تعین و صورت خاصی به خود میگیره. این یعنی چی؟ من یه مثال میزنم خدمتتون. ببینید شما میرید کفشتون رو میدید یک کفاش واکس بزنه، بهش میگید که مثلا صحبت رو باز میکنید، میگید که خب چطوره؟ بهش میگید که خدا رزاقه. خدا رزاق است، خدا میرسونه. ببینید این معرفته، این دانایی، عین دانایی. اما این رو ما این آدم رو عالم دانشمند فرض نمی‌کنیم. چرا؟ چون در قالب اصطلاحات علمی بیان نکرده حرفش، چون حرفش در یک نهاد علمی گفته نشده است، چون حرفش روش علمی ندارد. ببینید گویی دانایی نمیتونه، ما نمیتونیم بپذیریم که دانایی بدون قالب باشه. حتما باید در قالب یک زبان، در یک نهادی، در یک مکان متعینی به ما ارائه شود. میگه که دانایی در اعصار مختلف، اشکال مختلف، اشکال غالبی به خودش میگیره که این اشکال غالب زاده قدرتن. میاد با این تز اپیستمه میره سراغ شاخه‌ای از علوم انسانی. میگه علم علوم انسانی رژیم‌های قدرت / حقیقت هست. قدرت حقیقت ببینید یه چیزه. به شما دکتر مقدم خوش آمد بگید. یک رژیم های قدرت حقیقتی رو تعریف می کند فوکو که به عقیدهش رژیم قدرت حقیقت غالب بر حداقل نیمه دوم قرن 20 به این طرف رژیم قدرت حقیقت علوم انسانی بوده است. یعنی همون تصرف عالم بیشتر از طریق علوم انسانی است که داره اعمال میشه. شاید مثالش براتون روشنگر باشه. نه مثالا توی پدیده جنون رو وقتی در کتاب تاریخ جنون یا Civilization and Madness مورد بررسی قرار میده، ما فکر میکنیم خب وقتی میگیم دیوانه یا مجنون طبق فکر علمی امروز ما خب یک تعریف علمی است، یک مشخصات علمی براش تعریف شده. میایم مثلا توهم داشته باشه، هذیان داشته باشه، نمیدونم مودش مختل باشه، از این حرف. هیچ وقت فکر نمی کنیم که اینجا یک قدرتی داره اعمال میشه. قدرتی که فوکو میگه قدرتی طبقه حاکمه نیست، قدرتی است که افراد و نهادها به صورت نامرئی بر یکدیگر اعمال میکنن. چه جوری؟ ببینید میگه اول بیمارستان عمومی پاریس رو میگه که در سال 1656 در قرن 17 دستور ساختش اومد، تأسیسش اومد. عده متفاوت و بسیار ناهمگون و ناهمسنگ تو اینجا نگهداری میشه. مجانین، فقرا، ایتام، معلولین و بسلاس. این عناصر نامطلوب کسانی بودند که در خدمت تولید نمیتونستند.
نمیتونستن چیزی تولید کنن و لاجرم مرکزی باید میشد که اینا رو حل میدادی اونجا که حالا اگر شاید شد توی کار اجباری تولیدی ازشون بگیرید، یه ذره غذا بدی بهشون، اولا جلو چشمت نباشن و بعد علمی مطابق این ایجاد شد که شد روانپزشکی. ببینید الان حقیقتشو بخواید یک تئوری بسیار فربه توی روانپزشکی هست و اون این و روانشناسی هست، اون این که بیماری‌های روانی اصلا بر اساس فانکشن اجتماعی گویی تشخیص داده میشن. یعنی گویی کسی تا فانکشن اجتماعیش رو ایفا میکند مثل این که اصلا انگ بیماری روانی بهش زده نمیشه. یک فکری بکنید که چطور ما داریم طبقاتی رو که نمیتونن در تولید فهم داشته باشن یه جوری سرشون رو بند میکنیم و علمی متناسب با اون میاد. ببینید سالمندانمون رو دیگه نمیتونن تولید کنن، میتونستیم سرایسان. کودکانمون رو آخه مادرشون دارن میرن سر کار، مهد کودک لازم. معلولین دیگه در خانواده نگهداری نمیشن، سازمان بهداشتی همه اینا رو جمع میکنه در یه جا نگهداری میکنه. ولی علمی بری بگی اصلا معیار دارن ها، معیار بستری، معیار نگهداری درسته، منتها این مقامت اون قدرت دوخته شد. پدیده روانپزشکی و حالا من خیلی فرصت ندارم که خیلی واردش بشم، بلافاصله شیفت میکنم بر روی یک حوزه دیگری به نام همون حوزه قول خودش مراقبت و تنبیه، سیستم حقوقی. اونم همچین وضعیتی داره. یعنی مطرودین اونجا هم گویی همین حکم رو داره. یک دیده به قول خودش دیده سراسر بینی اینها رو تحت نظارت 24 ساعته قرار میده. تعلیم و تربیت هم همینجوریه. یعنی ما فقط فکر میکنیم، او میگه ما فقط فکر میکنیم که با وقتی بچه‌مون رو آموزش پرورش میفرستیم او برای علم اونجا میرود، او داره دیسیپلینی رو اونجا قرار میده. ساعتی که باید بری سر مدرسه، ساعت خاصی ورزش داری، ساعت خاصی این همون قفس بندی است، نظم اشیا به قول خودش که در جهت تصرف هرچه بیشتر، در ازش اعمال قدرت هرچه بیشتر است. و همینطور از سای دیگری رو هم که مورد بررسی قرار میده به همین ترتیب. حتی زبان علمی، ببینید زبان علمی اولین پایه هر علمی هست که اصطلاحات علم. گفتیم که اصطلاحات علم مثلا یه هژمونی ایجاد میکنن. ژارگون میگفت دیگه بریدا بهشون دیگه. ببینید این پزشکان رو بنده خودم من پزشکان این میتونن قشنگ برات بنویسن آمپیسیلین، بلده، حروفش هم میدونه، خط میکشه. این زبون زرگریه، این که تو نتونی بخونی، نه اینکه عامدن انجام میگیره. ببین این ژارگون، اون هژمونی اصطلاحات علمی است. فقط اون میتواند بنویسد و داروخانه میتواند بخونه. این یعنی دانایی باید در قالب اپیستمه، دانایی باید در قالب ریخته بشه، در قالبی که قدرت معین میکنه. اون قدرتی است که منظور قدرت حاکمی نیست. علم زاده حوزه قدرت، علم قدرت رو میزاید و قدرت علمی میزاید و تواناست ترک داناست. ببینید فکر کنید ما همیشه روی کتابای آموزش پرورش می نوشتیم
تواناست هر که داناست، یعنی دانستن یعنی تصرف. و این در ذات علم جدید، در حالی که در ادعا این هست که در علم، در دانایی قدیم این نبود. که بیشتر کتاب‌های فوکو ترجمه‌های خوبی دارند و عزیزان میتونن این چیزها و بسیار بسیار وسیع‌تر از این رو در اون جستجو بکنن. من فقط یه 5 دقیقه وقتم مونده، 5 دقیقه که اشاره کوتاهی به مکتب فرانکفورت هم بکنم و اگر سوالی باشه در خدمتتونم. مکتب فرانکفورت یکی از نهله‌های فلسفه علوم اجتماعی هست، یعنی در واقع به علوم اجتماعی نگاه میکنه. علوم انسانی و اجتماعی مورد نقد قرار میگیرند. کسانی مثل آدورنو، هورکهایمر، اریش فروم، این اواخر هابرماس، هربرت مارکوزه، اینها میشه گفت که جزء این مکتب بودن. ببینید اینها حرفشون این بود که هم علوم اجتماعی و انسانی جدید بر اساس قدرت، اما این بار قدرت حاکمه. این گفتم در فوکو این قدرت اولا نامرئی بود و نهادها بر هم دیگه اعمال می‌کردند، افراد بر هم دیگه اعمال می‌کردند. مکتب فرانکفورتیا چون مارکسیست هم بودن، هگلی چپ بودن، اینها هی مسئله طبقه حاکمه رو پیش می‌کشیدن. اینها میگفتند که نظریه علمی جدید، نظریه روش‌شناسی بحث می‌کردن، نظریه علمی جدید یا نظریه پوزیتیویستی فقط وضعیت موجود رو توصیف می‌کند، با وضعیت مطلوب کاری ندارد. این کار قوه حاکمه هست، طبقه حاکم هست برای حفظ وضع موجود. تا حدی راست میگفتن. ما توی نظریات علمیمون میگیم علم اصلا با وضعیت مطلوب خیلی کاری نداره، توصیف وضعیت موجود اصلا شأن علمی هست. اینا میگفتن که علم علاوه غیر از توصیف، بلکه بیشتر از توصیف وضع موجود، وضع مطلوب رو باید در نظر داشته باشه. اگر وضع موجود رو توصیف بکند پوزیتیویستی است و نهایتاً در واقع طبقه حاکم برای حفظ حاکمیت خودش این رو ایجاد کرده است. به قولی یا به تعبیر دیگری اگر الان توصیف بکنند میگفتند که این علم خاص علم انسان، علم اجتماعی، بر اساس نظام سلطه بنا شده است. یک کتاب مشهوری دارند که من ارجاع میدم به اون کتاب، در واقع میشه گفت که مانیفستشون هست. اسم کتاب هست دیالکتیک روشنگری. آدورنو و هورکهایمر نوشتن و اینجا ترجمه خوبی ازش شده، آقای فرهادپور ترجمه کرد. مراد فرهاد. اینا چون مارکسیست بودن قائل به دیالکتیک بودن. توی این کتاب چی گفته میشه؟ بسیاری از تمهای اندیشهشون تو این کتاب هست. گفته می شود که روشنگری همونطور که هممون میدونیم وقتی برآمد فقط این نبود که ما عقل بورزیم و علممون رو به کار بگیریم، با علم جلو بریم. اصلا علم برای ما هم دنیا رو میداد هم عقبا رو. اونجور که الان شما مراجعه بکنید این اصلا یک افق بسیار روشن. علم عدالت میگفتن میده، سلامت میده، خیر میده، سعادت میده. فقط این نبود که دنیا سامان داده میشود، ترمهایی به کار میرفت که رنگ معنویت هم داشت. سعادت فقط رفاه نیست، همین فراتر از اونه.
این خوشبینی وارد شدند و نهایتاً به جنگ جهانی دوم رسید. 50 میلیون کشته و فلان. فرانکفورتی ها بین جنگ اول و دوم فعالیتشون زیاد بود. 1923 تشکیل شد این نهاد. مؤسسه مطالعات اجتماعی فرانکفورت بود اسمش اول. مسئلهشون این بود که چطور شد که از دل روشنگری فاشیسم برآمد. در این تحلیلشون در واقع به این داشتند هرچی بیشتر نزدیک می شدند که طبقه حاکم فرهنگی رو ایجاد می کند برای ابقای خودش. علوم انسانی اسمش گذاشتن صنعت فرهنگ، یعنی تولید است، مثل صنعت خودروست، با تلویزیونش، با سینماش، با کتابش، با علم انسانیش، با همه اینها فرهنگی را تولید میکنه که این فرهنگ کاری ندارد جز پاسداری و ادامه دادن به حکومت طبقه حاکم. من همینقدر رو کافی میدونم در این مورد. فقط اشارات کردم در مورد مکتب فرانکفورت و عزیزان میتونن به اندازه کافی، ما در این مورد کتاب ترجمه شده فارسی در دسترسمون هست، میتونن مراجعه بکنند و بیشتر مورد مطالعه قرار بدن. فل جمله این که من یک بار دیگه برمیگردم و خلاصه‌ای رو خدمتتون عرض میکنم. اولا عرض کردیم که نقد عقل و نقد علم مدرن به معنای بررسی حدود و ثغورش هست، بررسی و تعیین حدودش. من گفتم که بیشتر متمرکز شدم تو این صحبت ها روی فلسفه محض و یک مقدار روی فلسفه علوم انسانی اجتماعی. در فلسفه محض ما فیلسوفان کانتیننتال رو داریم که تندترین نقدها بر بنیادین ترین نقدها بر علم مدرن از طرف اینها بوده است و مشخصا از طرف هایدگر. گفتم که نقدش 3 رکن عمده داره: نقد تلقی از عالم به مثابه اعیان به جای نشانه، نقد تلقی دکارتی از عالم و سرانجام تقدم وجودی تکنولوژی بر علم. در مورد فوکو صحبت کردیم، این که برای هر عصر یک صورتبندی دانایی تصور می‌کند و رژیم‌های قدرت حقیقت. رژیم قدرت حقیقت مسلط بر نیمه دوم قرن 20 به این سو رژیم قدرت حقیقت علوم انسانی است. شما در خانواده هاتون وقتی یا در مدارس وقتی علم می‌آموزید به بچه‌ها، در درون این علم پایه‌های قدرت هم داره منتقل می‌شود، منتها قدرت نامرئی. و سرانجام مکتب فرانکفورت که مشخصشون مارکسیستی بودن، نوهگلی بودن و نقد علوم انسانی است، این بار از منظر اینکه علوم انسانی مدرن زاده طبقه حاکمه و هژمونی جهان سلطه است. من عرایزم تمام، اگر سوالی باشه من در خدمتتون هستم.
خودتون که درست میفرمایید. این اولا که من اولا عرض کردم مثلا این نقد علم مدرن هم از درون خود مدرنیته برآمد که این با داعیه‌های ایدئولوژیک همراه شده در جامعه ما، شکی درش نیست. داعیه‌هایی که خیلی اوقات معرفت شناختی هم نبودن. این که ما بیایم بگیم محصولی میخواهیم مثلا جامعه شناسی بومی، این حاصل نشده است، ولی یک سری ملزوماتی داره. ببینید علم یک محصول اجتماعی است، علم مونولوگ نیست. علم یک دیالوگیه که اتفاقاً مشتغلین زیادی هم میخواد. من به نظرم این بحث ها که شده هرچند که نرسیده است و شاید اصلا مقدر نیست به اون همچین چیزی برسن، هرچند که بیشتر تا حالا ایدئولوژیک بوده، برای تأسیس چیزی بوده است، ولی همینقدرش بسیار بوده. این آغشته به انواع دواییه، ایدئولوژیک شده، ولی در هر حال ما مواجهیم با پدیدار علم. به نظر من اگر اینجوری ما صورت بندی کنیم قضیه رو، دو جور میشه صورت بندی کرد که اگر یک شورش رو پی بگیریم اصیل و احتمالاً مقبول باشه. و یک جورش که ما تا حالا دنبالش بودیم اینه که ما اینها رو میگیم قبول داریم ولی اینا رو میخوایم که خودمون انجام بدیم. در واقع میخوایم یه علمی را برای خودمان ایجاد کنیم. داعیه داریم، ببینید داعیه تأسیس چیزی داریم. به این میماند که من بخواهم چیزی که گرانبهایی که شما دارید نقد کنم، از چشمتون بندازم تا مثلا خودم تصاحبش بکنم. ما میخوایم خودمان جای مدرنیته بشیم. اگر داعیه تأسیس چیزی داشته باشیم، یعنی از اول بگیم که میخوایم علم بومی ایجاد کنیم، اصلا علم ایجاد شدنی نیست، یعنی اراده ایجاد نمیخواهد، محصولش جمع میشه میشود علم، اصلا اراده نمیخواد. هر کس این توقع رو داشته باشه که ما مینشینیم و دستورالعملی مینویسیم که علمی مثلا بومی ایجاد شد، اصلا شدنی نیست. اما مسئله اینه که ما انقدر رخنه کرده روش علمی متسلط در ذهنمون و اینقدر این نرو دیدیم این روش علمی رو که اصلا نتونستیم فکر بکنیم. اینقدر مرعوب بودیم که نتونستیم فکر بکنیم، نتونستیم بگیم که بابا اون مسئله اونه و این هم ببینید این هم مسئله منه. علم اگر از مسائل سرچشمه میگیرد، مسائل او با مسائل من متفاوت است. برای اینکه من بدونم علم از مسائل سرچشمه میگیرد، باید اینا رو بحث بکنم. باید من بدونم که این طرحی که انداخته‌اند یگانه طرح ممکن نبوده است. من به نظرم هرچند که در مسیر خوبی نرفته، بسیار خدشه داشته این بحث ها، ولی چیزی اگر قرار است که بر بیاد از درون همین آورد. من اگر بگم که یک فیزیک حالا علوم چیزی رو نگیم، علوم انسانی رو، یک روانشناسی بومی، یک جامعه شناسی بومی، یک فلسفه بومی ایجاد شده، خب اینطور نیست. ولی بحث هایی شده است که ما رو نزدیک کرده به این که
مسئله خودمون رو در علم جستجو، این خودش کم نیست، همین قدر. چی عرض کردم؟ نه بله درست میفرمایید، درست میفرمایید، درست میفرمایید، درست. بله بله درست. ما برای درسته، ما برای تقریب ذهن و این که این چقدر نزدیک ما هست نرسیم، ولی درست میفهمون توانایی با قدرت معادل نیست. مسلم هست. ببینید من اول عرض کردم این نقد ما به معنای انتقاد نیست، حتی اگر بعضی جاها رنگ تند به خودش میگیره، برای این هست که این جنبه دیگر قضیه مخفول مونده نشه. گفتم که یکی از تئوری های بیماری روانی تئوری فانکشن هست، تئوری های رقیبی هم داره. منتها ما در مواجهه با مسئله همیشه جنبه های مقفولش رو برجسته تر میکنیم. شاید اگر کسی اینجا بیاد و کلن بیماری روانی رو امری فانکشنال بدونه، اونجا باید بهش یادآور بشیم که این اختلال در سطح سلولی و مولکولی و اینها ممکنه باشه. خب اون وقت بهش یادآوری میکنیم که آقا یه بیماری پارکینسون داره، ما بهش حالا مجبورم این لوودوپا میدیم، دوپامین مغزش میره بالا، به جنون مبتلا میشه. میبینیم این رو. تئوری دوپامینی جنون خب یک تئوری نیست که به راحتی رو داریم میبینیم، چون سطح دوپامین خون رفت بالا و توهم پیش اومد، هذیان پیش اومد. منتها جنبه مخفولش باید دست بزنیم روش و جنبه مخفولش این. ما فکر میکنیم که فشار خون، ما فکر میکنیم فشار خون، مثلا فشار خون نرمال، ما فکر میکنیم چیه؟ 12/8. ما فکر میکنیم برمیگردد به کارکرد مولکولی سلولی. ما فکر میکنیم که مثلا فشار خون 12/8 خوبه برای اینکه مثلا اکسیژن رسانی اونجا به بافت‌ها خوبه. نه، اومدن اندازه گرفتن دیدن بیشتر جمعیت فشارش 12/8. نرمال هنجار. ببین تو پزشکی شما میگه هنجار شده 12/8. شما اگه 11/7 بودی، ببینید نمیگیم بیماری نیست، ولی این جنبه را باید دید زربونه، یعنی اقتدار عامه رو حتی اینجا باید دید که امری سلولی مولکولی نیست، گویی امری که بیشترینه اینجا.
چون روی این ور خیلی تاکید شد و از هر کی الان اینجا یه کامن سنسی اینجا بپرسید ببینید واقعا وقتی فشارشون 14 روی 8 فکر میکنن که امری خارق العاده به وقوع پیوسته است. خب بنابراین وقتی کامن سنس اینه شما باید به این طرف توجه کنید. ولی همه اینا مورد قبول درست. نظر خودم رو میتونم عرض کنم خدمتتون. همه حرف ما اینجا این هست که علم برآمده از یک زیست جهان، علم برآمده از نوع نگاه فلسفی است، علم برآمده از جهان بینی است. واقعش این است که این بازی غالب بر جهان کنونی بازی ما نیست. حالا من خیلی نمیخوام که افراط بکنم بگم مثلا حبوط انسان غربی، انسان شرقی اینا، ولی وابستگی علم به یا جنبه‌های اجتماعی، فکری، اقتصادی تا خیلی وابستگی عمیقی. حقیقتش اگر مقصود از علم همین باشد که هست و اگر مقصود از تکنولوژی همین باشد که هست، بسیار بعید به نظر میرسه که ما مثلا پیشتازی بکنیم. همه حرف ما همینه. همه حرف ما همینه که صورتبندی دانایی این عصر این شده. احتمالاً یقینا علم فقط این نیست. یقینا نحوه زیست دیگر، علم نحوه تفکر دیگر، علم دیگر شاید با قابلیت‌ها بسیار بیشتر به وجود بیاد. شما الان این که علم تخریب می‌کند، خود علم ها اصلا نه چیزی دیگری، خود علم، یعنی محصولاتی که بلافاصله به نظر میرسد علم ساخته داره تخریب می‌کند، خب حرفی نیست توش. پس این به ما نشون میده که احیانا اعوجاجات زیادی رخ داده اینجا. شما اگر بنیانهاتون بنیانهای دیگری باشن، علم دیگری بر قامت این بنیانها دوخته میشه. مرجعیت علمی احیانا مرجعیت همین علم نیست که. مرجعیت علمی مرجعیت معرفت. من
خلاصه حرفم اینه که ما اگر بازی این باشد که هست، ما خیلی نمیتونیم امیدوار باشیم برنده این بازی باشه، ولی علی‌الظاهر در ما از حداقل از انقلاب به این طرف یک فهمی ایجاد شده است دایر بر این که مرغوب نباید خود رو باید جست، مسائل خود رو باید جست. ببینید در همون انقلاب شما سالهایی بود که همه عالم اواخر دهه 70 میلادی، خب همه عالم دنبال منافع ما، شاید یک ملتی برای اینکه منفعت مادی کسب بکند خیلی دست و پا میزد و ما چیز دیگری جستیم. درسته، این هنوز با ماست، این چیز دیگر رو جستن، هنوز داریم زیستش میکنیم و این گویایی میدان برای چیز دیگری رو جستن میگه، یعنی چیز دیگر، علم دیگر، عالم دیگر، آدم دیگر. یک سوال دیگر اگر اجازه چون وقت آقای دکتر مقدم رو هم من نمیخوام خیلی بگیرم. ریاضیش رو اگر اجازه بدید آقای دکتر مقدم بهتون پاسخ میدن به طور مستوفا احتمالاً ایشون. من تا جایی که میدونم آقای دکتر خودتون جواب بدید. نه اشکال نداره. خیلی ممنون از حسن توجهتون. انشاءالله که بیشتر کتابایی هم که خدمتتون عرض کردم به تفصیل بیشتر می‌کنیم.